اون لیدرشیپی که باید داشته باشه و بیاد به مردم بگه آقا جان نگاه کن، ما این مشکلات رو داریم، اینم مسیریه که باید بریم. یا مثلا یه چیز دیگه آلمانیا اینه که به شدت عاشق پیچیده کردن همه چیزن و به توافق درست حسابی برسید که آقا این پول رو میخوای چیکارش بکنی. پول قرض گرفتن که کاری نداره، که باش چیکار میخوای بکنی مهمه. شما میبینی که GDP آمریکا چقدر به واسطه این سیستم‌ها افزایش پیدا کرده و چقدر بهره‌وری کشور هم رفته بالا. همزمان به واسطه حزب سبز و یه سری مردم که چند تا نقطه مشنگ همیشه در صحنه آلمانی، فتیش حفظ محیط زیست مردم زد بالا. کلاً از اینها آدمای ترسویی ساخت. آدمایی که به شدت سریع پنیک میگیرن، سریع نگاه منفی پیدا میکنن به آینده. سیستم‌های اقامتی و ویزا گرفتن و استخدام و آنبوردینگ و اینا رو جذاب‌ترش می‌کردی، هیچ وقت یه بیانیه درست حسابی و محکم علیه آمریکایی‌ها نتونستن بدن. در نتیجه سرمایه‌گذاری در صنایع آلمان میتونه کم بشه. من طی 1 سال گذشته کلی ویدیو درست کردم درباره آلمان و مشکلات و چالش‌هایی که از دیدگاه خودم توی این کشور می‌دیدم و توی این قسمت قصد دارم یک خلاصه و مروری رو داشته باشم بر آنچه که گذشته مثل این سریال‌های تلویزیونی و یک لیستی رو به صورت خلاصه از چالش‌های اساسی در این کشور با شما به اشتراک بگذارم و اگر اتفاق عجیب غریبی نیفته سعی می‌کنم تا مدت مدیدی از این موضوعات فاصله بگیرم. آخر ویدیو بیشتر راجع بهش صحبت می‌کنم که چرا اصلا من این ویدیوها رو درست کردم، چرا قصد ادامه دادنش رو ندارم. و قبل از این که بریم سراغ بحث، طبق معمول خدمت عزیزانی که قصد مهاجرت به آلمان دارن عرض کنم که این ویدیوهای من اساساً برای شما حداقل در این استیج و مرحله‌ای که هستید مناسب نیست. لطفاً این موضوعات مربوط به آلمان رو از طریق عزیزان دیگری در یوتیوب دنبال بکنید، چون شما الان به امیدواری نیاز دارید یا به قول این فرکانس ارتعاش فنگشویی یا به انرژی مثبت نیاز دارید که این چیزها حالا خوشبختانه یا متاسفانه در ویدیوهای من یافت می نشود. اما بحث رو شروع بکنیم و اول از همه بریم سراغ جنگ تعرفه ها. همونطور که خودتون هم زیاد در اخبار شنیدین، دولت آقای ترامپ یک جنگ تعرفه‌ای رو در دنیا شروع کرده که نمونه‌های بارزش رو هممون شنیدیم نسبت به کانادا و مکزیک و چین و حتی همین دیروز نسبت به واردات فولاد و آلومینیوم از اروپا. و با اینکه میزان آلومینیوم و فولاد وارداتی از اروپا در مقیاس با کانادا و مکزیک و برزیل کمتره، ولی احتمال زیاد تعرفه‌های بیشتری بر کالاهای اروپایی در راهه و تو این بخش می‌خوایم نگاه بکنیم که این تعرفه‌ها چه تأثیری رو میتونه بر یک کشوری مثل آلمان داشته باشه. اما قبل از اون ببینیم اصلا تعرفه‌ها چی هستن و دولت‌ها چرا اینها رو وضع میکنن. تعرفه در واقع یک مالیاتی هست بر کالاهای وارداتی. مثلا الان که میگن تعرفه‌های چین 2 برابر شده و از 10% رسیده به 20%، مفهومش اینه که یک کالای چینی که $100 ارزششه، وارد کننده آمریکایی مجبور الان $120 براش پرداخت بکنه و این $20 اضافه تر رو به حالت مالیات میده به دولت. اما وارد کننده هم که مؤسسه خیریه که باز نکرده، که سعی میکنه تا جایی که امکان داشته باشه این فشار ناشی از افزایش تعرفه ها رو منتقل بکنه به مصرف کننده نهایی. این که میگم تا جایی که امکان داشته باشه برای اینکه از یه حدی هم شما فشار رو بیشتر بکنی ممکنه تقاضا رو آنچنان بیاری پایین نسبت به اون کالا که خیلی بیش از حدی که فکر میکردی متضرر بشی. در نتیجه شرکت ها ممکنه یه حساب کتاب داخلی بکنن و بگن ما بخشی از این فشار رو خودمون متقبل میشیم، سودمون یکم کمتر میشه، ولی میزان تقاضا رو زیر و رو نمی‌کنیم یه دفعه. و یه قانون کلی که میتونه توی ذهن ما باشه اینه که این جنگ‌های تجاری و اقتصادی و سیاسی حداقل در کوتاه مدتش عمدتاً میره تو پاچه مردم. زمان ما یه جوکی بود میگفتن چوب خدا صدا نداره چون فرو میره. اینم همینه، یعنی شما دنیا رو مثل یه سالن سینما که در نظر بگیرید، این رهبران دنیا دست میکنن تو دماغشون، این ویدیو چنده شد، این فینی که از بینی در میاد و از طریق نهادها و شرکت‌ها میگن آقا دست به دست کن به مال به دیوار. و دیگه چه دیواری کوتاه‌تر از ما مردم و مصرف کننده نهایی. یعنی قشنگ همه سیبیل به سیبیل نشستن یه حالی به مصرف کننده نهایی بدن. کلا یه زنجیره ما تحت تاثیر درست کردیم که ما همش مورد
عنایت و هدایت قرار میگیریم. دستشون در نکنه واقعا. اما چرا دولت‌ها تعرفه‌ها رو وضع میکنن؟ اینجا دلایل و انگیزه‌های مختلفی براش وجود داره. مثلا یکی از اصلی تریناش حمایت از تولید کننده داخلیه. شما وقتی افزایش میدی قیمت کالای وارداتی رو، چون خیلی از کالای وارداتی که فقط به خاطر خاص بودنش نیست که مثلا در کشور مبدأ نشه تولیدش کرد، در نتیجه واردش میکنین از یک کشور دیگه، خیلی وقتا به خاطر رقابت و مزیت قیمتی اونهاست. در نتیجه شما وقتی تعرفه رو میبری بالا، قیمت کالای وارداتی رو میبری بالا، تولید کننده داخلی دیگه براش میارزه این رو تولید بکنه. چه بسا کارخونه‌هایی که قبلا به خاطر واردات بسته شده بودن میتونن دوباره باز بشن، سرمایه‌های جدید میتونه به این بخشا بیاد و در نتیجه اون اشتغال زایی هم میشه، آدمای بیشتری میتونن برن سر کار. پس هم تولید داخلی رو ازش حمایت میکنی و هم اشتغال زایی میکنی. از اون طرف درآمد دولت میتونه افزایش پیدا کنه. گفتیم دیگه این تعرفه‌ها مثل یه مالیات غیر مستقیمه، شما میبریش بالا، مالیات بیشتر میگیری، درآمدت میره بالا. روی کاغذ حداقل، چون در عمل باید ببینیم مثلا ممکنه واکنش منفی بازارهای مالی به این داستانا نشون بدن، ممکنه تقاضا یه دفعه خیلی کم بشه. خیلی اقتصاد چیز ساده 2 تا 4 تا این شکلی نیست، باید ببینیم تاثیرات اجتماعی و تاثیرات بیزنسی که اون طرف ایجاد میشه چیه. ولی حداقل رو کاغذ اینه که خب مالیات رفته بالا. بعد میتونی تعادل در تراز تجاریت ایجاد بکنی. ما میدونیم آمریکا ارتباطش با خیلی از کشورها این شکلیه که وارداتش از اون کشورها بیشتر از صادراتش به اونهاست. در نتیجه میخوان یه تعادلی ایجاد بکنن. اینم نه اینکه آمریکایی‌ها خر بودن تا الان مثلا نمیفهمیدن. این به خاطر یکی از ویژگی‌های دلار هم هست، این که شما فلوی دلار، این جریان دلار همیشه جاری و ساری باشه در کشورها. رزرو دنیا همیشه این حالت دلاریش رو حفظ بکنه و این دلارها با مکانیزم‌هایی میتونه دوباره برگرده به خود آمریکا. حالا میتونم یه بار ویدیو جدا راجبش درست بکنم. از اون طرف شما میتونی مثلا ارزش پول ملیت رو یه ثباتی ببخشی، حالا به خصوص برای کشورهای دیگه. حالا میگم آمریکا به خاطر ویژگی دلارش یکم پیچیده تره، ولی شما وقتی میبینی وارداتت خیلی زیاده، شما برای وارد کردن باید ارز بدی دیگه، ارز خارجی بدی، در نتیجه ارزش پول ملی نسبت به اون ارزه میتونه کم بشه و میای واردات رو اینجوری کنترل میکنی که حداقل یه بخشی از این ارزش پولت حفظ بشه. بعضی موقع برای کنترل کیفیت و حفظ امنیت اون کالاهایی که میخوان کالاهای درست حسابی تو کشور وارد کنن، میدونیم دیگه خیلی وقتا کالاهای بنجل، حالا به خصوص به واسطه چین وارد کشورها میشه، شما با تعرفه قیمتش رو ببری بالا، دیگه مردم اینجوری نیست که بگن سگ خور حالا بذار مثلا اینم بخریم، طور نیست، کارم نکرد دیگه، یکم بیشتر فکر میکنه نسبت به این داستان. خلاصه اینم دلایلی که چرا اصلا تعرفه‌ها وضع میشن. اما تعرفه‌هایی که آمریکا بر اروپا و حالا بگیم به خصوص آلمان وضع کرده و احتمال زیاد چیزای بیشتری به خصوص بر صنایع اتومبیل سازی هم وضع میکنه، در درجه اول تأثیر مستقیمش اینه که صادرات آلمان به آمریکا کمتر میشه دیگه، به دلایلی که گفتیم دیگه، قیمت میره بالا، در نتیجه تقاضا برای این کالا کمتر میشه نسبت به قبل و تولید کننده داخلی آمریکا هم چه بسا مزیت رقابتی پیدا میکنه و میتونه همونجا محصول خودش رو بفروشه به جای محصول آلمانی. پس صادرات کم میشه. از اون طرف داخل خود آلمان حس عدم امنیت و حس عدم اطمینان نسبت به آینده اقتصادی رو میبره بالا. در نتیجه سرمایه گذاری در صنایع آلمان میتونه کم بشه. برای اینکه ببینید سرمایه گذاری در صنایع و کلا انباشت سرمایه یک ثبات و امنیت اقتصادی میخواد، یه نگاه مثبتی به آینده میخواد. شما وقتی ببینی آینده نامعلومه، وقتی ببینی این تعرفه ها، این جنگ ها همینطور قرار بالا پایین بشه و ادامه پیدا کنه، خودتو یکم جمع میکنی، سرمایت رو حفظ میکنی، بی‌محابا سرمایه گذاری نمیکنی در صنایع آلمان. در نتیجه سرمایه گذاری میتونه کم بشه. از اون طرف یه سری شرکت های آلمانی ممکنه جمع کنن برن آمریکا، برای اینکه تعرفه ها رو بتونن دور بزنن، میگن آقا ما مستقیم میریم مثلا توی خود آمریکا تولید میکنیم، تعرفه بهمون نخوره، که این میتونه بر اشتغال داخل آلمان تاثیر بدی بذاره. این جنبه های حالا شرکتی و بیزنسیش. از اون طرف مردم آلمان رو باید نگاه بکنیم. ببین مردم آلمان بعد از جنگ جهانی و اون قحطی و زندگی‌های سختی که داشتن و حالا بیایم جلوتر نسل‌های جدید که به واسطه تلاش‌های اون نسل‌های بعد از جنگ جهانی در یک کامفورت زون و محیط امنی بزرگ شدن، کلاً از اینها آدمای ترسویی ساخته.
آدمایی که به شدت سریع پنیک میگیرن، سریع نگاه منفی پیدا میکنن به آینده و اینو کسایی که حالا تو آلمان زندگی میکنن میدونن دیگه. آلمانیه درسته ممکنه هارت و پورت زیاد بکنه، نگاه بالا به پایین زیاد داشته باشه، این نگاه سلسله مراتبی رو رعایت بکنه، ولی به قول معروف پخش بکنی میترسه. آدمای خیلی اون آدمایی که شما در جنگ جهانی و اینا دیدین اونو بریزید دور دیگه، این خبرها نیست اصلا. اینا آنچنان آدمای بی آونگی شدن که باید بیاین ببینید. برای همین خیلی سریع پنیک میگیره، میترسه و سعی میکنه خرج و مخارجش رو بیاره پایین، مصرفش رو بیاره پایین. و خب ما میدونیم دیگه تو دوران رکود مردم هم که شروع کنن کمتر مصرف کردن، این هی بدتر میشه، به خاطر اینکه مصرف بیاد پایین تولید کم میشه، تولید که کم بشه اشتغال کمتر میشه، آدمای بیشتری اخراج میشن و تو این لوپ ریسشن یا رکود همینطور میمونیم. حالا مشکل دیگه اینه که آلمان رهبریت درستی سالیان سال نداره. اون لیدرشیپی که باید داشته باشه و بیاد به مردم بگه آقا جان نگاه کن ما این مشکلات رو داریم، اینم مسیریه که باید بریم، با مردم رو راست صحبت کنیم. ولی لیدرشیپ نداره. یه دلیل عمده‌ش هم اینه که این صدر اعظمی و این هدایت دولت ائتلافی دیگه، هیچ کدوم از این احزاب بالای 50 نمیارن الان سالهاست و در اینچه مجبورن با هم دیگه ائتلاف کنن. احزابی که بعضن میبینی اصلا انگیزه ها و عقاید سیاسی و منششون با هم دیگه فرق میکنه و یه ملغمه‌ای شده این وسط که اصلا انگار یادشون رفته بابا یه سری مشکلات اصلا چیزای ملیه، شما باید دست به دست هم بدی، با مردمت رو راست صحبت بکنی، بگی آقا نگاه کن ما الان 2-3 سال تو رکودیم. بعد از جنگ جهانی آلمان این اتفاق فقط 2 بار افتاده، فکر کنم یکیش 20 سال پیش بود حدوداً که 2 سال پشت سر هم آلمان رفت تو رکود، حالا سال دقیقش یادم نیست. یکی هم الانه که 2-3 سال پشت سر هم تو رکود آلمان نداشته قبلا. بگو آقا این چالش‌های ماست، اینم رفرم ها و تغییرات اساسیه که ما باید بدیم، بدون اینام نمیشه. این تغییرات هم درد داره، قربانی لازم داره، ولی اگه نکنیم فقط بدتر میشه. اینکه یکی به نعل بزنی و یکی به میخ و سبزا واس خودشون یه سازی بزنن، نمیدونم اون حزب واس خودش یه سازی بزنه، این که نشد که، این که بیشتر مردمو میترسونه. اینم مسئله لیدرشپ تو این قضیه هم خیلی مکافاته. خلاصه این داستان تعرفه. اما بریم سراغ یه بحث دیگه، مثلا داستان انرژی در آلمان. این ماجرای انرژی در آلمان هم یه پدیده جالبیه که خوبه یکم راجبش گپ بزنیم. ببینید انرژی در آلمان عمدتاً از طریق گاز و نفت، زغال سنگ، انرژی‌های تجدیدپذیر و انرژی اتمی تامین میشد. زمان آقای گرهارد شرودر صدر اعظم آلمان، ارتباط آلمان با روسیه در زمینه انرژی افزایش پیدا کرد که یکی از دلایلش طبیعتاً اون ارتباطی بود که آقای شرودر با گازپروم روس و با خود روسیه داشت و خلاصه واردات گاز از روسیه به آلمان جدی‌تر پیگیری شد. زمان خانم مرکل از حزب CDU این قضیه خیلی گسترده تر هم شد. خط لوله‌های نورد استریم تکمیل شدن و یه جورایی آلمان رو وابسته گاز روسیه‌اش کردن، همچین انداختش در بغل روس‌ها. همزمان به واسطه حزب سبز و یه سری مردم که چند تا نقطه مشنگ همیشه در صحنه آلمانی، فتیش حفظ محیط زیست مردم زد بالا. گفتن ما محیط زیست رو باید نجات بدیم و این بحثای CO2 و لایه اوزون و خلاص. گفتن چیکار کنیم؟ اول از همه اصلا ما نیروگاه اتمی می‌خوایم چیکار؟ شروع کنیم به بستن اینا. شروع کردن به بستن دیگه. اون انفجاری که در نیروگاه اتمی ژاپن به وجود اومد که تیر خلاص رو زد و تقریبا اکثر نیروگاه‌های اتمی آلمان بسته شد. گفتن آقا زغال سنگ هم مصرفش رو همینطور بیاریم پایین، این دود میکنه CO2 و فلان و اینا برای محیط زیست بده و از این داستان. چیکار بکنیم؟ بریم همش به سمت این انرژی‌های تجدیدپذیر. کلی بودجه رفت صرف این توربینای بادی و پنل‌های خورشیدی و از این داستان. برای من یه سری چیزا جالب بود که اولا این داستان‌های محیط زیست شما هزینه فایدهش رو هم باید ببینید دیگه، چون آلمان به عنوان سومین GDP بعضی موقع چهارمین GDP بزرگ دنیا زیر 2% این CO2 امیشنش هست، زیر 2% داره تولید میکنه نسبت به کل این کربنی که در دنیا داره تولید میشه. خب شما این همه اقتصادتو بردی به سمت این داستان‌های انرژی تجدیدپذیر، چی در ازاش به دست آوردی؟
غیر از این که حالا یه ذره برات کف و دست زدن که وای آلمان چه کشور خوبی و چقدر مردمش به محیط زیست اهمیت. من نمیگم محیط زیست بده ها، بحثم اینه که به عنوان یه تک پلیر که این وسط بازی بکنی باید ببینی هزینه فایدت چیه نسبت به این داستان. اینا یه بحث دوم این بود که آقا شمایی که الان ما رو کمپلت وابسته گاز روسیه کردی، که من بعضی موقع تو این انتخابات اخیر آلمان بعضی آلمانی‌ها رو یکم اذیت می‌کردم، میگفتم که خب یکی از دلایل شما که میگید آفت خیلی بده اینه که طرفدار روسیه است دیگه. وقت زمان آقای گرهارد شرودر و خانم مرکل و اینا که گاز آلمان کمپلت رفت به سمت وابستگی روس‌ها، اون اصلا هیچ مشکلی نبود دیگه، اون اصلا موضوعیت نداره دیگه، اونا نگاه به روسیه نداشتن اصلا. حالا کاری نداریم اینکه میگیم روسیه لولو دشمن بوده باید ازش بترسیم و فلان و اینا. خب شما وقتی اینقدر صنایع تو وابسته میکنی به روس، اگه یه موقع تنشی بین خود آلمان و روسیه پیش اومد یا یه تنشی بین آمریکا و روسیه پیش اومد و شما که سیاست ژئوپلیتیک مستقل اونجوری که نداری که، زیر بلیط و یه جورایی فرمان بردار آمریکاییایی، این وسط چیکار میخوای بکنی؟ که پیش اومد دیگه تو این جنگ روسیه و اوکراین گاز روسیه به آلمان قطع شد. اون لوله‌های نورد استریمتون هم که قبلش اصلا منفجر کردن رفت دیگه، همه عالم و آدم هم فهمیدن آمریکایی‌ها بودن، ولی این کارگروهی که آلمان تشکیل داد که بگه علت این انفجارات چی بود، هیچ وقت یه بیانیه درست حسابی و محکم علیه آمریکایی‌ها نتونستن بدن. کاری نداریم. پس چرا اون بحثا اصلا مطرح نبود که آقا اگه مشکلی پیش اومد من چه گلی قراره به سرم بگیرم؟ جایگزینش من چی دارم؟ زغال سنگ تو که کم کردی، انرژی اتمیت هم که بستی. میدونین که الان کلی زغال سنگ سوخته شد در زمان جنگ روسیه با اوکراین، چون که انرژی یهو محدود شد تو آلمان دیگه. اصلا اونقدری که محیط زیست می‌خواستین چیز بکنین که بدتر شد تازه. بعد انرژی‌های تجدیدپذیر مثل این توربینای بادی و انرژی خورشیدی، به خصوص توربینای بادی، اینطوری نیست که چیز ارزونی باشه و بهره وریش هم خیلی بالا باشه. این توربینای بادی که میدونی هر کدوم چند میلیون یوروه، تازه حالا تعمیر و نگهداریش هم کلی هزینه بره. بعد بهره وریش نسبت به انرژی اتمی پایین‌تره. بعد اینقدری که میگید انرژی اتمی محیط زیست رو به فنا میده و اینا، اون خبرام نیست. اینا خیلی پروپاگانداتور شد. و هی بریم انرژی تجدیدپذیر، اونم توی کشوری مثل آلمان که به شدت صنعتی و به شدت وابسته به انرژی، صنایع شیمیایی، صنایع داروسازی، صنایع فولاد، صنایع اتومبیل سازی. بابا شما توی کشور به این شدت صنعتی که نمیتونی همش بری به سمت تجدیدپذیر، انرژی ارزون میخوای. حالا تازه بماند که کلی از این پنل‌های خورشیدی یه جایی میخونم بالای 90% که اصلا از چین وارد میشه با آلمان. کلی از متریالایی که برای ساخت توربین بادی نیاز دارین هم که از چین وارد میشه. حالا این وسط دوباره اگه یه تنشی بین آمریکا و چین پیش اومد، شما چه گلی میخوای به سرت بریزی؟ حتی این بخشت هم که دوچار مشکل میشه. اون موقعی که فتیشت میزنه بالا سری اتمی رو ببندیم تروریستی میشه، محیط زیست به فنا میره، چرا فرانسه طوریش نمیشه، شما فقط طوریتون میشه؟ بعد حالا راجع به انرژی تجدیدپذیر حالا شاید توی ویدیوی جداگانه بحث بکنم. این آمارایی هم که میدن به نظر من درست نیست. مثلا میگن 50% اینطورا انرژی تجدیدپذیر تو شبکه است. ولی اینکه چه جوری به این آمار رسیدین، چه دیتاهایی رو نگاه کردین، در طول روز دیدین، شبش رو چیکار کردین، در چه بازه زمانی دیدین، تابستون چیکار کردین. بعضی آمارا هست که میگه اصلا اینقدری که تو بوق و کرنا میکنن این خبران نیست و یه چیزی نزدیک مثلا 11-12% انرژی تجدیدپذیر رو شبکه است. خب الان ببین چقدر آلمان رو به فنا دادید سر این داستان. انرژی گرون شد، صنایع آلمانی مزایای رقابتیشون رو از دست دادن چون انرژی ارزون میومد دستشون دیگه. برای چی؟ برای این سیاست. یعنی واقعا من میگم اگه یه زمانی در آلمان مردم آگاهتر شدن و یه حقایقی رو شد، چه بسا به عنوان یکی از خائنین اصلی حداقل در زمینه انرژی و صنایع آلمان از این حزب سبز و اون مردمی که اینجور رفتن پشت اینا یاد بشه که چقدر مزیت رقابتی صنایع آلمانی رو خرابش کرده. خیلی از صنایع آلمانی پا شدن الان رفتن چین. گفتم براتون مثلا BASF نزدیک چقدر 10 میلیارد یا 1 میلیارد هم چیزی برداشت برد. توی یکی از ویدیوها گفتم برداشت یه بخش از کارخونه‌ش رو برد تو چین. شوخی نداری که کارگر آلمانی ارزون نیست، انرژیت هم که شما گرون بکنی چه کار میخوای بکنی؟ این پس اینم بحث انرژی.
اما بریم سراغ سرمایه‌گذاری‌هایی که باید در کشور آلمان انجام بشه و الان تقریبا همه متفق القول هستن که در 3 زمینه باید سرمایه‌گذاری‌های وسیعی در آلمان صورت بگیره. یکی در زمینه دیجیتالیزیشن یا دیجیتیزیشن، یکی در زمینه اینفراستراکچر یا زیرساختاش و یکی هم در زمینه ادویکیشن یا تحصیلات. در زمینه دیجیتیزیشن یا دیجیتالیزیشن بحث‌های AI، بحث‌های کلاود، بحث‌های اتوماسیون و اینها مطرح میشه که واقعا آلمان که هیچ، اروپایی‌ها انگار دهه‌ها در خواب بودن و کار خیلی خاصی انجام ندادن و آمریکایی‌ها و چینی‌ها عملاً گوی رقابت و رو بودن و حسابی هم حفظش کردن. حالا چین که سیستم‌های بسته خودش رو داره، کاری نداریم، ولی مثلا عمده کلاود دنیا دست آمریکایی‌هاست دیگه، AWS آمازون، گوگل کلاود، اژور مایکروسافت و غیره. شرکت‌های عمده آیتی دنیا هم آمریکایی، مثلا این شرکت‌های فنگ مثلا فیسبوک و آمازون و گوگل و نمیدونم مایکروسافت و بیای توی AI، اوپن AI و انویدیا و عملاً تو این چیزا آمریکایی‌ها خوردن و بردن داستانه و شما کار خاصی انجام ندادی. نه سیستم کلاود خیلی قوی داری، نه مثلا تو این داستان‌های اپلیکیشن و اپ استور خودتو داری، هیچ کاری نکردی عملاً. اگرم یه عده اروپایی دارن یه کارایی میکنن، می‌بینی خیلی کارهای اساسی و درست حسابیشون رو دارن واسه شرکت‌های آمریکایی انجام میدن برای شعبه‌هاشون توی اروپا. با اینکه گفتم تالنت و استعداد توی اروپا کم نیست و این باید یه سرمایه‌گذاری توش انجام بشه، برای اینکه شما می‌بینی که GDP آمریکا چقدر به واسطه این سیستم‌ها افزایش پیدا کرده و چقدر بهره‌وری کشور هم رفته بالا. ولی آلمانی متاسفانه به اون ذهنیت محافظه‌کارش و تغییرات اساسی نده و اینها چسبید فقط به پروداکت‌های فیزیکی، به محصولات فیزیکی و مید این جرمنی بازی در آوردنش، در صورتی که دنیا خیلی تغییر کرده. نتونستید پیش برید با این تغییرات و الان باید یه جورایی جبرانش بکنیم. وقتی این به زمینه ادویکیشن و اون سرمایه‌گذاری در زمینه تحصیلات هم ربط پیدا میکنه، چون من حداقل در زمینه دانشگاهیش میتونم به شما بگم که دانشگاه‌های آلمان واقعا از دانشگاه خوب آمریکا عقبن، به لحاظ علمی، به لحاظ رقابت دانشجویی، به لحاظ ارتباطی که دانشگاه با صنعت داره، به لحاظ این اکوسیستم استارتاپی اونجا. اینا رو آلمانی‌ها عقب افتادن توش و باید بتونی سطح دانشگاهات رو ببری بالا، دانشجوی بهتر بگیری، رقابت بیشتر ایجاد کنی. حالا اون سیستم‌های استارتاپی جلوتر بیشتر راجعش صحبت میکنه. و حالا بیا اصلا سیستم مدارسش رو بگیر که سطح علمیش خیلی بالا نیست، بیا حتی برس به داستان‌های مهد کودک و مدرسه‌های ابتدایی که آقا شما الان بچه داشته باشی میدونن واقعا موزلی مهد کودک خوب پیدا کردن، موزلی مدرسه خوب پیدا کردن، مدرسه‌ای که بچت بره توش آلمانی یاد بگیره، نه که بره ترکی و عربیش قوی تر بشه. اینا باید درست بشه. در زمینه اینفراستراکچر، زیرساخت‌ها، به خصوص زیرساختایی که مربوط به حمل و نقل میشه، جاده و پل و قطار و اینا، حتی سالیان گذشته باید این اتفاقات میافتاد. سرمایه‌گذاری باید میشد بهترش میکردن. حالا بماند که میشه بحث کرد که این سرمایه‌گذاری‌ها میشد از پول مالیات، این حدود 915 میلیاردی که در میارن، یا به قول آقای مرز 1000 میلیاردی که در میارن، آیا واقعا خیلی بهینه مصرف شد و به ما تحت گاو زده نشد؟ نمیشد اونا رو خرج زیرساخت‌ها کرد؟ نمیدونم، زیرساخت‌های اینترنتی رو نمیشد بهتر کرد؟ زیرساخت‌های مخابراتی تو نباید بهتر میشد؟ حالا به هر ترتیب باید این زیرساخت‌ها درست بشه و پول لازمه برای هر 3 موردی که گفتم. و حالا فرض میگم بگیریم که آقا اینا پول مالیات رو تا الان درست مصرف میکردن، نمیرسه به بودجه این تامین هزینه‌های این پروژه ها، باید یه فکری به حالش کرد. 3 تا راه که بیشتر نیست دیگه. یا باید مالیات رو ببری بالا که همین الان مالیات تو آلمان کم نیست، واقعا یکی از کشورهایی که مالیاتش زیاده، نه اون چیزی که خیلی از ایرانی‌ها مثلا خارج از آلمان فکر میکنن آلمان 40-50% مالیات، این نیست. نه، این درسته 40-50% پولتون میپره، ولی خیلیش به واسطه بیمه ها میپره، بیمه بازنشستگی و درمانی و غیره. پس تکس رو به نظر من خیلی نمیتونن ببرن بالا. حالا این بحث مالیات بر ثروتمندان هم یه داستان بانمکه، چون خیلی از این ثروتمندا اصلا انقدر سیستم‌های پیچیده تراست درست میکنن، واسه اون حتما یادم باشه ویدیو درست بکنن که شما اصلا مالیاتش ببری بالا فایده نداره و این اصلا انقدر پولی نمیذاره باقی بمونه که شما بهش مالیات ببندی، انقدر که جابجا میکنن تو این فری زونا و جزایر مختلفو. حالا بحث دیگه اینه که خرج و مخارج دولت رو بیاری پایین و بحث سومش اینه که قرض بگیری دیگه. این دپ بریکی که الان بحثش، این ترمز بدهی و اینا رو
شلش کنیم، قرض بیشتر بگیریم و اینا، بحث‌های اوراق قرضه و این چیزایی که تو ویدیو قبلی گفتم. که این حالا قبل از اینکه به خرج و مخارج برسم، قرض گرفتن چیز بدی نیست، ولی به شرطی که اون لیدرشپ وجود داشته باشه و به توافق درست حسابی برسید که آقا این پول رو می‌خوای چیکارش بکنی. پول قرض گرفتن که کاری نداره که باش چیکار می‌خوای بکنی مهمه. من بدونم آقا شما می‌خوای صرف چه موضوعاتی بکنی. می‌خوای همه‌شو بزنی به ارتش و این داستانا، یا می‌خوای واقعاً بچسبی زیرساخت‌ها رو درست بکنی، زیرساخت‌های اساسی هم درست بکنی. ببین مثلا سر این زیرساخت‌های فیزیکی، آمریکا هم زیرساخت‌های فیزیکیش خیلی خوب نیست. وضعیت جاده و پل و نمیدونم حمل و نقل ریلی و این داستان‌های آمریکا اصلا بهتر از آلمان نیست. برای همین سرمایه گذاری که میخوای بکنی باید هد فامیل اصلا اعصاب نداره، باید بدونی که تو چه زیرساختی میخوای اول سرمایه گذاری بکنی. آمریکایی درسته این چیزای حمل و نقلش خوب نیست، ولی عوضش رفت کلی سرمایه گذاری کرد تو آرندی و چیزای اینویشن و استارتاپ و حالا جلوتر شاید یکم مفصل‌تر راجعش صحبت بکنه. تو هم باید همین کارو بکنی. اگه همه پولا رو رفتی فقط صرف سیستم ریلی و جاده‌ای و پل کردی، دوباره هنوز نمیتونی اون عقب افتادگی تو جبران بکنی. اون دیجیتالیزیشن، زیرساخت اینترنتی، زیرساخت مخابراتی، زیرساخت AI، اینا چیزای مهمتریه. خلاصه این امیدوارم یه عقلانیتی باشه اگه پول قرض میگیرن که این کارو بکنن. اما راجع به خرج و مخارج، به خصوص حالا این یه ارتباطی هم با آمریکا داره، من به نظرم آلمان هم یه چیزی شبیه این سازمان دوج لازم داره دیگه که ایلان ماسک الان مسئولشه، که آقا بیفتید ببینید چقدر پول داره به هدر میره. من یه نمونه مثلا ساده شو براتون میگم، تو ویدیوهای قبلی هم گفتم آقا سیستم بیکاری، پول بیکاری در آلمان، شما اینجا اگر از کار اخراج بشین بهتون پول بیکاری میدن که چیز واقعا خوبی هم هست. آقا به هر حال آدم بیکار میشه. من خیلی هم این سیستم آپ اند ایر آمریکا رو خوشم نمیاد که از یه روز به روز بعد ممکن طرف بدبخت بشه. اگرم خودتون استعفا بدین میتونید 3 ماه صبر کنین، بعد از اون دولت بهتون پول میده. 60% اینطورای حقوقتون رو میدن تا 1 سال. حالا هی باید اپلای بکنی، اگر ریجکت شدین ریجکشناتو بفرستی برای دولت که نشون اداره کار که بگه آقا من کار پیدا هنوز نکردم پول میخوام. موضوع من دقیقاً همینجاست که این سیستم باعث ایجاد یک مفخوری در آلمان شد. یعنی آقا ملت یاد گرفتن اگر بخوان سوء استفاده بکنن چقدر کار راحتی رو در پیش دارن. یه رزومه چرت و پرتی میفرستن، اپلای میکنن، یه سری جاهای چرت و پرت که اصلا شاید هم بهشون هم نخوره یا بخوره ولی رزومهشون افتضاحه، خلاصه یه کاری میکنن نهایتاً که اون شرکت اینا رو ریجکت کنه. ولی اینکه به مصاحبه برسه و برن مثلا یه چرت و پرتی بگن یارو بگم من اصلا تو نمیخوام. وقتی این ریجکشن ها، این عدم پذیرش رو میفرستن واسه اداره کار به خاطر دیتا پرایوسی که نمود ما رو در این کشور اجازه نداره از اون شرکت بپرسه که آقا چرا این یاردان قلی رو ریجکتش کردی. حفظ حریم اطلاعات شخصی چی رو بگه؟ در صورتی که اگه میتونست بپرسه استعلام بگیره میگفت که بابا این اصلا چه رزومه چرت و پرتی فرستاده و گوشه اینو میگرفتی که ای آدم فلان فلان شده، تو اصلا فقط میخوای مفخوری بکنی. این سیستم مفخوری رو باید یه فکری باهاش بکن. گفتم خیلی از حقوقایی که شما میگیری اگه قرار نت خالص مثلا 1200 تا برات بمونه، خل که نیستی بری سر کار که پول بیکاریت مثلا یه ذره از این کمتره. مثلا 1500 تا قرار بوده بگیری، حالا دولت مثلا به 1200 تا میده. میری اونور سیاه کار میکنی و فرهنگای چرت و پرت تو جا میفته و اصلا این فرهنگ تنبلی نرو سر کار جا میفته توی شما. ببین اینا یه سری مشکلاتیه باید حل بشه. حالا این پولایی که مهاجرا میگیرن و فلان کاری نداریم، بگذاریم. یه بحث دیگه که در آلمان مطرحه مثلا بحث سیستم بازنشستگی که به مشکل خورده. این سیستم بازنشستگی تو کل دنیا به مشکل خورده. یکی از علتاش هم اینه که اصلا متوسط عمر آدما رفته بالا. قبلا این سیستم‌های بازنشستگی فکر نمی‌کنه آدما اینقدر پیر بشن و اینقدر سال مجبور باشه پول بده. این که یه معضل جهانیه. ولی سبای اون ببین نیروهای خوب آلمانی همینطور دارن میرن تو بازنشستگی و جایگزین خوبی براشون نیست. تقریبا میگن اون سیستم مهندسی خفن آلمانی، اون آدمای کار درستش که تو دنیا میگفتی مهندس آلمانی کرکوپر همه میریخ،
اونا دیگه ماکسیموم تا 2030 میرن تو بازنشستگی. جایگزین دارن ولی کمه، خیلی کمه. شما یه چیزی میگن نزدیک مثلا 300-400 هزار نفر در سال به صورت خالص لازم داره آلمان. یعنی حالا آدمایی که میان، خب یه سری از آدما از آلمان میرن هر سال دیگه، تعدادشون هم واقعا چند صد هزار نفره. یعنی 300-400 هزار تا خالص میخوای برای یه کشور صنعتی در این ابعاد و نگرفتی. یعنی شما اینقدری که تمرکز کردی پناهنده بگیری، یه ذره تمرکز کرده بودی سیستم درست حسابی درست بکنی که آدمای خوب رو بگیری، چه بسا یه بخشی از مشکل حل شده بود. من نمیگم پناهنده نگیر، اصلا اونی که جنگ زده است، اونی که سیاسی مشکل داره، به هر دلیل موجهی باید بیاد بشه بگیر. ولی بابا تو این برای اصلا ول کردی، اصلا سیستم بهینه‌ای نچیدی. ببین آلمان یه سری معضلاتی داره دیگه که مثلا برای مهاجرت میگم که آدم‌ها یه ذره بهش فکر میکنن، مثلا مردم سردی داره، هواش خیلی جالب نیست، نمیدونم سیستم بوروکراسی زیادی داره و یه جذابیتایی هم داره. بالاخره ورک لایف بالانس، این تعادل بین کار و زندگی اینجا خوبه. بیمه درمانی خوبی داری، حالا شاید به خفنی مثلا اسکاندیناویایی نباشه ولی خوبه واقعا. مثلا 30 روز تعطیلات داری، نمیدونم مریض بشی حقوقتو میدن، امنیت شغلی داری، زرتی نمیتونن بندازنت بیرون. خب رو این جذابیتات میتونستی کار بکنی، یه چیزای خوبی هم بهش اضافه بکنی. مثلا آقا تو که زبان یه معضلیه تو این کشور و خیلی‌ها به خاطر زبان آلمانی نمیان، تو سیستم‌های دولتی تو میبردی به سمت انگلیسی شدن که آقا انگلیسی حتما توش اجرا بشه، طرف نترسه واو من الان بیام اینجا چی میشه. سیستم‌های اقامتی و ویزا گرفتن و استخدام و آنبوردینگ و اینا رو جذاب‌ترش می‌کردی، حقوقاتو یکم جذاب‌تر می‌کردی، اجازه رشد زیاد به آدما میدادی. خب تو هیچ کدوم از این کارا رو نمی‌کنی، بعدم میگی چرا نیروی خوب نمیاد، جایگزین اینا نداری. بعد سیستم بازنشستگی واقعا اوضاع جالبی نداره توی آلمان. حالا در آینده‌های دور اگه واقعا بهش فکر نکنن چی کارش بکنن، ممکنه درب داغون بشه و پولی خیلی باقی نمونه که بخوام بازنشستگی‌ها رو بدن. چون میدونین که هیچ تضمین 100% هم نیست دیگه. تو اون برگه‌های بازنشستگی بهتون میدن، اینجوری نیست که تضمین کامل باشه من انقدر پول اگه پول باشه بهتون میدن. خلاصه میگم در زمینه خرج و مخارج، در زمینه اینا اصلا یه موضوعاتیه که واقعا من امیدوارم این دولت آقای مرس بشینه و درست اینا رو حلش بکنه. من واقعا آرزوی موفقیت میکنم براش و امیدوارم اون نقش لیدرشپ درست حسابی رو ایشون بازی بکنه، احزاب و مردم رو با خودش همراه بکنه، شفاف سازی بکنه تا ببینیم چجوری این مشکلات رو میشه حلش کرد. اینم از این بخش. اما بریم یه چند تا مقایسه هم داشته باشیم بین آلمان و آمریکا. با اینکه میدونم آلمان قرار نیست بشه آمریکا و آلمانیا به این سیستمی که ساختن، این سیستم سوسیال دموکراسی و دولت رفاه و اینجور چیزا افتخار میکنه، اما این مقایسه ها چه بسا بتونه یادگیری‌های خوبی رو هم برای ما داشته باشه. مثلا مورد اولش بحث ریسک پذیری و سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر در این دوتا کشور هستش. آمریکایی‌ها به دلیل اینکه فرهنگ استارتاپی و کارآفرینی توشون جا افتاده، بی‌محابا میرن تو پروژه‌های مختلف اینوست میکنن. پروژه‌های استارتاپی، آرندی، اینویشن، میرن ببینن چی میشه. ولی آلمانی‌ها بیشتر دنبال بهبود تدریجی هن، محافظه‌کارن، نمیخوان ریسک بکنن. آلمانی انگار از خطا کردن و شکست خوردن میترسه. برای همینه که میبینی فرهنگ استارتاپی و اصلا صنعت استارتاپ و اکوسیستمش تو آلمان خیلی ضعیف‌تر از آمریکاست. میگن برلین خیلی جای باحالیه برای استارتاپ، ولی واقعیت اینه که خیلی عقب از آمریکا. ببین اصلا اینوستورهای آلمانی تازه الان خیلی بهتر شدن نسبت به اون زمانی که ما 10 سال پیش استارتاپ کار میکردیم. مثل ویسیا، ونچر کپیتال‌های آمریکایی، مثل انجل اینوستورهای آمریکایی نیستن. حتی اکسلراتور پروگرام‌ها و اینکیوبیتور پروگرام‌های آلمانی هم در حد آمریکاییاش نیستن. اونا مثلا ویسی آمریکایی، ونچر کپیتال یا انجل اینوستورش میگه آقا من چه میدونم رو 10 تا 100 تا پروژه اینوست میکنم توی استارتاپ، یکیش از توش فیسبوک در بیاد جبران بقیه رو کرده. ولی آلمانی تو کتش نمیره که بهش بگی مثلا یه پروژه 95% ریسکه، 5% ممکنه موفق بشه. میگه نه آقا ما میریم همون یه ذره آروم آروم سیستمامون رو حالا ای کاش تازه بهتر میکردن. با اینکه آلمان میگم زیر ساختشو داره. مثلا یه چیزی که خیلی راجع به آلمان نمیدونن، آلمان کلی شرکت مید سایز متوسط داره که به اینا هیدن چمپیون میگن. هیدن چمپیون یه تعریفیه که
آقای زیمون فکر کنم مطرح کرده اولین بار. اینا یه سری شرکتایی هستن که توی کانتیننت خودشون، تو قاره خودشون که اولن، این مارکت اون نیش مارکت رو گرفتن دستشون، تو بین المللیش هم تاپ 3 هن، یعنی جزء 3 تا شرکت برتر دنیا، و اینا یه زمینه خاصی رو گرفتن و توش حسابی موفقن، ولی مردم خیلی هاشون اینها رو نمیشناسن. مثلا من نمیدونم چند نفر شما اسم شرکت وولف رو شنیده؟ اینا پیچ و مهره و این چیزا تولید میکنه. این مثلا شرکت پارسال 20 میلیارد رونیو داشته، درآمد داشته، ولی خیلی اصلا نمیشناسنش. شما خیلی از این پیچایی که استفاده میکنی ممکنه مال اون باشه، ولی اصلا اسمش هم شاید نشنیده باشه. آلمان خیلی هیدن چمپیون داره. اون زمان این تعریف رو تو دانشگاه برامون یه پروفسوری داشتیم میگفت، خیلی جالب بود برام. و این الان نقش دولت، نقش رسانه ها، نقش تغییر زیرساخت‌های دیجیتیزیشن، اینا همه موثره که بابا این شرکت‌ها که اینقدر پول دستشونه، این فرهنگ استارتاپی، این فرهنگ اینوست کردن تو اینویشن‌های جدید، اینا رو ببرن جلو، حمایت دولتی داشته باشن. ولی خب نمیبینی دیگه این فرهنگ محافظه کاری توشون زیاده دیگه. من گفتم دیگه ما استارتاپی که داشتیم مجبور بودیم با چند تا از این هیدن چمپیونا که بیشتر هم شرکت‌های فامیلی هستن حرف بزنیم. آقا هنوز اون تفکرات محافظه کارانه توشون هست و این باعث شده که عقب بیفتی دیگه. و این عقب افتادن هم اینطوری نیست که بگی خب ما آلمانی، ما دوست داریم همیشه همینطور بریم جلو. نه آقا جان، یه سری چیزا دیگه تاثیرات بین المللیش هم بهتون فشار میاره. اون وقت بقیه کشورها نخوابیدن که شما فقط مید این جرمنی داشته باشی. این یه داستان دیگه میزان ساعت کاریه. ببین آلمانیا ورک لایف بالانس خیلی براشون مهمه، این تعادل بین کار و مثلا تفریح یا زندگی شخصی خودشون. آمریکا یه تعداد ساعت کاریش بیشتره. اینم یه داستانه که آیا تعداد ساعت کاری باید تو آلمان بیشتر بشه نشه، با همین فرهنگ 40 ساعت کار در هفته بریم جلو. یه بحث دیگه سهولت اخراج کردنه. آلمان خیلی سخت میشه اخراج بکنی نسبت به آمریکا. آمریکایی مثل اون فیلم آپندیر سریع از امروز به فردا میندازدت بیرون. در نتیجه نیروی کارش اولا خیلی چی بگم بهتره به نظر من نسبت به آلمانیه تو خیلی از زمینه ها، نه همه زمینه ها، برای اینکه میتونه همیشه بهترین رو در شرکتش استخدام بکنه، خیلی ترسی نداره از اخراج کردن. توی آلمان واقعا من تو شرکت ها کار میکردم دیگه، کلی آدم به درد نخور بودن و نمیشدن به این سادگی اخراجشون بکنی. نمیتونستی دلیل قانع کننده اونجوری بیاری که این یارو بندازی بیرون و در نتیجه نمیتونه اون فلکسیبیلیتی نیروی کار منطبق بر رشد اقتصادی رو داشته باشه. آمریکا اگه ببینه جهت داره عوض میشه یا جهت جدیدی ایجاد شده، نیروی کار رو میتونه متناسب به اون انتخاب بکنه، ولی آلمانی این انعطاف پذیری نداره متاسفانه. خیلی نیروی کارش گیر کرده و این سهولت اخراج هم یه بحثیه دیگه که میشه راجبش فکر کرد. آیا آمریکایی‌ها دارن درست چیز میکنن؟ خب استرس هست رو نیروی کار. وقتی شما بدونی که امنیت شغلی نداری، یه استرسی برای خود داره، ولی خب پرفورمنست هم چه بسا ببره بالا. از این طرف امنیت شغلی هست ولی یه تنبلی خاصی رو هم در کارمندا ایجاد کرده. این فکر کردن راجع به این موضوعات هم شاید بتونه کمک بکنه. یه بحث دیگه این اصلا کل اروپا رو اگه بخوایم با آمریکا مقایسه بکنیم، ببین آمریکا یه چیز یک پارچه است. خب اروپا بحثش اینه که شرکتی هم که توی اروپا کار میکنه یا توی آلمان کار میکنه، اگر بخواد به صورت گسترده توی اروپا پخش بشه، به این مشکلات زبانی هست. کشورهای مختلف زبان مختلف دارن، سیستم مالیاتی مختلف دارن، قوانینشون فرق میکنه. ولی این توی آمریکا این مشکلات این شکلی نیست. اونا خیلی دستشون بازتره، یک پارچه ترن و اینم یکی از مشکلات اروپا است که حالا تو زمینه مالیاتیش مثلا اومدن یه آیدی مالیاتی دادن که دیگه وقتی کشور با کشور داره یه کارایی میکنه مثلا یکم سیستمش راحت‌تر باشه، ولی همچنان پیچیدگی‌ها هست توی اروپا. و دیگه حالا سیستم‌های آنبوردینگ و استخدام توی آلمان و پیچیدگی‌های اداری و پیچیدگی ویزا گرفتن و این داستان هم که بماند که باعث شده همه اینها یکم کنتر بکنه آلمان رو نسبت به آمریکا. اما بریم سراغ این داستانهای اوور بیوروکراسی و اوور رگولیشن، یعنی بوروکراسی زیاد و قوانین بیش از حد توی آلمان که من توی ویدیوی قبلی اشاراتی بهش کردم. توی این ویدیو هم یکم راجبش صحبت کنم. به نظر من اولین چیزی که باید راجبش حرف بزنیم این مایندست و طرز فکر آلمانی. مثلا آلمانی‌ها عاشق داکیومنت بازی هستند.
نامه نگاری، کاغذ بازی، پرینت کن، بذار تو پوشه، بذار تو زوم کن، بایگانی کن، دیوانت میکنه. یعنی یه کاری که به سادگی میشه مثلا با یکی دو تا ایمیل حلش بکنی، باید کلی نامه بره، کاغذ بازی انجام بشه تا اون کار حل بشه، چه بسا حضوری مجبوری بری بعضی موقع. یا مثلا یه چیز دیگه آلمانیا اینه که به شدت عاشق پیچیده کردن همه چیزن. من اینو ترم دوم دانشگاه فهمیدم از روی جزوه‌های دانشگاهی. آقا این جزوه دانشگاه رو اینقدر اینا پیچیده مینوشتن که میگفتم خدای من اینو دارم مقایسه میکنم با این کتاب انگلیسی آمریکایی یا جزوه آمریکایی، این چرا اینقدر پیچیده است، این چرا اینقدر ساده است. اصلا عاشق پیچیده کردن همه چیزن. شما سیستم مالیاتی آلمان رو ببین دیوانت میکنه، در صورتی که خیلی ساده تر میشد انجامش داد. یا حداقل یه سکتورایی رو برای یه سری از بیزنس ها انقدر میشه سادهش کرد که لازم نیست دهن طرف رو سرویس بکنی. انقدر پیچیدهش میکنن بعد به واسطه این پیچیدگی مجبور کلی آدم استخدام میشه دیگه. یکی از پلن‌ها همینه دیگه، انقدر سیستمو پیچیده کن کسی نفهمه که کلی آدم به واسطه این استخدام میشن دیگه. شما مثلا مجبوری بری مثلا حسابدار بگیری، یا کلی آدم توی این ادارات مالیاتی آلمان کار میکنه. همین آقای فریدریش مرز که قرار صدر اعظم آلمان بشه، ایشون سال 2013 یه حرف جالبی زد، میگفت که سیستم مالیاتی آلمان رو انقدر میشه سادهش کرد که پشت بیردکل بشه اونو نوشتش و انجامش داد. اصلا این بیردکل به این کاغذهای محکمی میگن که مربعی یا دایره‌ای شکله، شما میری آبجو سفارش بدی، اول اینو میذارن بعد آبجوتو میذارن روی این کاغذه و مثلا هر چقدر آبجو بخوری مثلا تیک میزنه که مثلا چند تا خوردی و یه فرهنگ جالب با نمکی. بعد میگفت انقدر میشه این کارهای مالیاتی رو ساده کرد که شما کار مالیاتی آخر سال تو بتونی پشت این بیردکل بنویسی. اصلا معروف شد به شترایرکلرونگ auf dem بیردکل و توی موزه هم اون نمونهش رو نگهداری میکنن، رو تصویر براتون میذارم. خیلی پیچیده است. من مثلا رفتم یه سیستم مالیاتی آلمان رو یاد بگیرم، می‌خواستم این کارامو خودم انجام بدم. دیوانم کردن تا اینو یاد گرفتم. یعنی اینقدر پیچیده تو همه سکتورها هستن. شما استارتاپش رو بخوای بزنی همینه، شرکت ثبت بکنی همینه. آقا شرکت ثبت کردن اصلا اونم یه دیوانه کردنی توش هست. خلاصه با این بوروکراسی و پیچیدگی‌های اداری و شرکت میزنی، حالا کارهای مالیاتیش هست، بعد نمیدونم بحث بیمه نامه میده باید اونو چیز بکنی، بعد اتاق بازرگانی نامه میده، بعد اونترنیمز رگیستان نامه میده، بعد نمیدونم کردیت ریفورم نامه میده، بعد تازه اینا که تموم شد این شبکه‌های ARD ZDF نامه میدن که وای نکنه که تو داری تو شرکت تلویزیون میبینی یا رادیو گوش میدی پولشو پیچوندی. بعد حالا بیا برو اون مدارک قبلی تو بیار شماره بزن که نه بابا مثلا این شرکت تو خونهمه، به خدا نمیبینم تلویزیون. وای یعنی واقعا دیوانت میکنه. این یه چیز شگفت انگیزیه. بعد تازه قوانین رو اگه بخوای خیلی خوب رعایت بکنی که بیچاره ای. مثلا الان دوباره گیر دادن به جای اینکه سیستم مالیاتی رو راحت تر بکنن مثلا این سیستم اینوایس نوشتن. خب مثلا بابا یه شرکت پیزوری که داره کار میکنه و اینوایسش حالا رو ورد داکیومنت مینویسه پی دی اف میکنه میده مشتری. نه اینو باید نرم افزار جدا دانلود بکنی تا ما این اینوایس ها نکنه یه موقع تو شماره هاشو داری یه کاری میکنی. ما یه بار سر این استارتاپه که تو زمینه دیجیتیزیشن بود تو ویدیو قبلی توضیح دادم، رفته بودیم پیش یه حسابدار خیلی معروف که مثلا شرکت‌های بزرگ و کارش انجام میداد. ما تازه اونجا فهمیدیم اگه آدما بخوان خیلی سیستم مالیاتی رو درست انجام بدن که اصلا فراموش کن. یعنی حتی مثلا این کاغذهای اینوایس هست، اینا رو این اگر تا نخورده باشه هم چیز درستی نشون میده تو اینو نفرستادی به مشتری مثلا با نامه یا هر چیزی. این توی اینا رو تا میکرد، اسکناش رد این کاغذها هم حتی توش باشه، رد این تاهایی که خورده. اصلا یه سیستم پیچیده عجیب غریبیه. یا مثلا شما کار مالیاتی تو که میخوای بکنی، خیلی از حسابدارا فقط این صورت حسابای پرینت شده رو قبول میکنن. یعنی شما تو آلمان اگه یکی بهت گفت کار مالیاتی تو بده من انجام بده و مدارک تو بذار رو گوگل درایو، احتمالاً شما مردی خودت خبر نداری. چون مثلا خیلی پدیده این نادریه یکی به شما بگه آقا گوگل درایو بذار و مثلا لینکشو با من شیر کن تا من کارهای مالیاتی تو انجام بدم. البته تو سالهای اخیر این حسابدارای جوون یکم رو آوردن به این داستان. یا مثلا هنوز تو این مملکت فکس یکی از راههای ارتباطیه، حتی بین پزشکا، حتی یه سری وکیلا.
اصلا خنده داره، کرک و پرت میریزه که تو مجبوری برای یه سری کارا فکس بفرستی. یا گفتم دیگه مدارک پزشکیتونه که رو یو اس بی که بهت نمیدن، که رو سی دی میزنن. من نمیدونم کجا میتونن یه لپتاپی پیدا کنن که سی دی داشته باشه این دور زمانه. ایناست که میگم کنده و باید یه تغییرات اساسی توش ایجاد بشه و امیدوارم آقای مرتز بتونه این کارو بکنه. به هر حال ایشون تو بلک راک کار کرده، با سیستم‌های آمریکایی آشناه و واقعا آرزو میکنم که این سیستم بوروکراسی و این سیستم رگولیشن و قوانین بیش از حد رو ایشون یکم ساده بکنه. ببین بوروکراسی و قوانین خوبه، جلوی فساد رو بگیره، یکم نظم پیدا کنه. ما از خوبیاش هم باید بگیم. مثلا شما تو آلمان میخوای شرکت بزنی یا یه کاری انجام بدی، قوانینش خدایی مشخصه دیگه. اینکه حالا به این رشوه بدم و نمیدونم اینو برم چیز بکنم و مشخصه، ایناش خوبه، ولی نه دیگه اینقدر بیش از حد. اینطوری هم نیست که یکی از عزیزان نوشته بود که این باعث میشه فساد نشه. بله بوروکراسی و قوانین جلوی فساد رو میگیره، حالا بمانه خودش یه نوع دیگری از های لول فساد رو میتونه درست بکنه، ولی اینطوری هم نیست که هر کشوری که بوروکراسیش زیاد نیست مثلا فاسده. شما کشورهای اسکاندیناوی مثل دانمارک مثلا هست، فنلاند هست، نمیدونم بیا این طرف سنگاپور هست، اینا بوروکراسیاشون خیلی کمتره و فساد گسترده هم مثلا تو کشور نیست. خیلی خیلی خلاصه این داستان بوروکراسی، میگم تو ویدیو قبلی هم گفتم مثلا یه بساطی رو درست کرده و این یکی از مشکلاتیه که امیدوارم حل بشه توی آلمان. بسیار خوب، اینم یک خلاصه‌ای بود از چالش‌هایی که من از دیدگاه خودم برای کشور آلمان متصور هستم و الان بریم سراغ بخش پایانی و سخن آخر و اونم این که این ویدیوهایی که من تا الان راجع به کشور آلمان درست کردم واقعیتش فقط خود آلمان مد نظرم نبوده و بعضا از آلمان به عنوان یک پدیده متافوریکلی استفاده کردم برای آینده ایران. یعنی چی؟ ببینید من الان که به ایران نگاه میکنم، درک من به من این رو میگه که این کشور با این فرمونی که الان داره میره مدت خیلی طولانی نمیتونه این شکلی ادامه بده. حالا بخوام اصطلاح اسلامیش رو به کار ببرم، انگار الان در یک برزخی گیر کرده و باید یه مسیری رو انتخاب بکنه. چیزایی که من میتونم براش متصور باشم، یکیش اینه که کشور رو ببرن به سمت حدوداً پاکستانی شدن، یعنی یه سیستم کر و کثیف فاسد که همه تو هم بلولن و هر شهری طبقه مرفه خودش رو داشته باشه، طبقه اولیگارش خودش رو داشته باشه، کسایی که ناراضیان از کشور مهاجرت کنن برن، ولی نه برق و آب درست حسابی داشته باشه، نه سیستم اینفراستراکچر خوبی داشته باشه، یه ارتش قوی داشته باشه و حالا یه وابستگی‌هایی به روس و چین داشته باشه که کسی هم بهش حمله نکنه و همینه که هست. همه تو هم، ببخشید اصطلاحش رو به کار میبرم، ولی همه تو هم این شکلی بلولی. من معتقدم ایران کره شمالی نمیشه. هر چقدر زور بزنی واقعا جنس مردم ما اصلا متفاوته. ولی اینکه آیا بشه به سمت پاکستانی شدن بردش یا نه، من شک دارم. قطعا نمیتونم بگم که نه ایران هیچ وقت پاکستان نمیشه. نمیدونم و غم انگیزه ها. حالا این وسط بالکانیزیشن هم اگه اتفاق بیفته که دیگه نور الان نوره، مثلا ترک ها بخوان جدا بشن، کرد ها، عربای خوزستان، بلوچ ها، اون که دیگه تیکه تیکه شدن ایران هم که دیگه چیز فوق العاده غم انگیزه. یا اینکه کشور رو ببرن به سمت ترکیه‌ای شدن و عربستانی شدن که آقا یه رفرم های جدی صورت بگیره، اون پوسته اسلامی روش باشه، آزادی‌های سیاسی رو تا جایی که زورشون میرسه ببندن، ولی کلی آزادی‌های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، ارتباط با کشورهای خارجی و اینا رو درست بکنه. اینم یه مدل. یه مدل هم اینه که انقلاب بشه و بکشیم زیر این سیستم و یه سیستم جدید بیاره. هر آنچه که بشه تصمیم مردم ایران هست. من برام مهمه که اون کسانی که در آینده یه مسئولیتی رو پیدا میکنن که الان ممکنه نوجوان یا بچه باشن، شانسی ممکنه یکی از این ویدیوهای آلمان ما به دستشون برسه و بگن بابا اون موقع یه یاردانقلی مثلا تو آلمان زندگی میکرد، اومده بود تجربه زیستش رو به اشتراک گذاشته بود و یه سری مسائل رو در پیشرفته ترین، یکی از پیشرفته ترین کشورهای اون موقع دنیا بررسی کرده بود. درست بررسی کرده بود یا غلط، امیدوارم اون موقع دیتاهای بیشتری دم دست باشه، مشمول گذر زمان همین ویدیوها شده باشه که ببینیم آیا درست بوده یا غلط. و اگر ما بیایم یه همچین تصمیماتی رو در ایران اتخاذ بکنیم، حداقل بتونیم یکی از خروجی‌هاش رو پیش بینی بکنیم. بگیم تو آلمان این شکلی شد، حالا با یه اغمازی، با یه تغییراتی ممکنه یه آوتکام و یه خروجی این شکلی رو هم توی ایران داشته باشه.
این برای من خیلی مهمه که آقا یه همچین کاری رو کرده باشه. وگرنه من بحثم غر زدن نیست، دشمنی با آلمان نیست. من اتفاقا کشور رو دوست دارم و دلم هم میسوزه که این شکلی شده. یه اسب زین کرده تحویل گرفتن، ببینید چی تحویل دادن. وگرنه نمیخوام غر بزنم. و اگر صحبت‌های جدی از طرف بچه‌های ایرانی که تو آلمان هستن میشد، باور کنید من این ویدیوها رو اصلا نمیساختم. من خیلی حوصله با خلق خدا در افتادن ندارم. این پدر بزرگی داشتیم، این خدا بیامرزدش، ایشون خیلی جالب بود. من مادر بزرگم شنیده بودم که گفت زمانی که کودتای 28 مرداد شد و بعدن از رادیو اینا اعلام شد، از این رادیوهای چوبی بزرگ داشت، اون رادیو رو بلند کرد، کوبید رو زمین، شکوندش، گفت این مملکت دیگه مملکت بشو نیست. بعد یادم ما عیدا میرفتیم سری میزدیم، یه بارش یادم هم نیست سر چه جریانی شد و ما میگفتم بابا جون، من گفت بابا جون خودتو با خلق خدا در ننداز هیچ وقت. خب یعنی فکر نکنید من مثلا خیلی خوشحالم دارم مثلا این ویدیوها رو درست میکنم. صرفا یه وظیفه اجتماعیه، یه وظیفه وجدانیه که باید انجامش بدم. و میگم اگر آدم‌های، ببین آلمان نزدیک چند صد هزار تا ایرانی داره، اگه 4 تا حرف جدی زده میشد خیلی خوب بود. ولی متاسفانه من وقتی به ویدیوها، حالا چه تو شبکه‌های اجتماعی چه توی یوتیوب نگاه میکنم، میبینم خیلیش، حالا اون بلایند دیت و نمیدونم اون مسخره بازی‌های نظر دختر آلمانی راجع پفک ایرانی و نظر شوهر آلمانی راجع ماست و خیار ایرانی، اینا رو که بذار کنار، میبینی کسانی که از آلمان دارن تعریف میکنن و مشکلاتشون ناچیز جلوه میدن، یا از قشر مثلا ناخونکارها، فشن و بیوتی و این چیزا. بحثم هم نیست اینا بدا، الان میگم چرا دارم اینا رو میگم. یا دارن کارهای مشاوره املاکی انجام میدن، یا دارن بیمه میفروشن، یا دارن پکیج میفروشن. حالا پکیج زبان، موفقیت با من، مهاجرت با من، فرکانس ارتعاش چاکرای ما تحت آلمانیاس، هر چی که هست. دریغ از این که بابا 4 تا مهندس درست حسابی که 7-8 ساله یاد بگیم مثلا پاس آلمانیشو تو آلمان گرفته، پزشک متخصصه، اصلا متخصص یه حوزه‌ای هست، بیاد راجع به این داستانا صادقانه صحبت بکنه. عمده کار افتاده دست اون عزیزان و معلومه که اونا تعریف میکنه. من اینکه شما تو حوزه بیمه و مشاور املاک و ناخن و فحشن و نمیدونم این چیزا باشی، تو همه کشورها جواب میده. معلومه که تو اون حوزه موفق میشی. نمیگم همشون موفق میشن و طبیعتا اینا موفقاشونن که حالا یه وقتی هم پیدا کردن چه بسا در یوتیوب صحبت بکنن. ولی منظورم اینه که این نیست که مثلا آلمان لزوما انقدر سیستمش خوبه که شما به این موفقیت رسیدی. مثل اینی که مشاور املاکی مثلا شمال شهر تهران بیاد از ایران تعریف بکنه. حالا مثال معل فارقه ولی حدودا میخوام بگم چی. بحث من ایناست که امیدوارم بچهای بیشتری بیان صحبت بکنن. گفتم این حرف من واقعا باید یک حرف از 10 ها 100 ها حرفی باشه که در آلمان زده میشه. حالا این از این داستان. و یه نکته رو هم من بگم خدمت عزیزانی که میخوان مهاجرت بکنن. ببینید من بارها گفتم، بازم میگم، این ویدیوهای من اصلا مختص شما نیست. شما الان از یه سیستمی میخوای بیای بیرون که آلمان تو هر سکتورش تقریبا نگاه بکنی از سیستم ایران بهتره. یعنی چه شما از یه سیستم بد داری میری به سیستم خوب. اصلا ویدیوهای من به درد شما نمیخوره واقعا. شما گفتم همون آدمایی که تعریف میکنن رو باید برید دنبال. شما ته مشکلات آلمان باید برات این باشه که حالا هواش خاکستری، مردمش سردن و از این داستانا. من بحثام اصلا میگم هدف من یه چیز دیگه است. من اصلا هدفم بیشتر آینده است. تحلیلی بکنیم که خودم هم مثلا یه 20 سال دیگه بشینم نگاش بکنم ببینم آیا درست تحلیل کردم یا نه. برای شما خیلی مناسب نیست واقعا. و همین دیگه یه مدت از این بحثا فاصله بگیرم و ببینیم چی میشه. روزگار بر شما خوش، چه در آلمان هستید، چه قصد مهاجرت دارید، آرزوی موفقیت براتون. فعلا.